الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چگونه که ما یک موضوع بیان کردیم، حکم شخصانی که در دین الله استهزا میکنند، یعنی مسخره و شوخی میکنند، و بیان کردیم که یک گروه کسانی هستند که در سپیتاکل میکنند، یا اینکه بلاگرها و خودشون مسلمان میگن در دین الله شوخی و مسخره میکنند. گفتیم که اینها کافر هستند، کافر شدند به همین کارشان، برای که الله سبحانه و تعالی صراحتا بیان کرد: قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. امروز موضوع ما در این است که حکم تماشا کردن همین گونه انسان ها، یعنی کینه‌هایی که هستند، کینه‌های کفری، کینه‌هایی که در دین الله استهزا میکنند، یا این که همین بلاگرها تماشا کردن همین گونه مسخره هاشون چی هست. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء فرمودند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارک فرمودند که وقد نزل علیکم فی الکتاب، به تحقیق برای شما ای مسلمان ها نازل کردیم در قرآن، یعنی حکمش را نازل کردیم. هر وقتی که شنیدین انسان ها کفر می‌ورزند به الله و استهزا میکنند الله رسولش را و آیات های قرآن را، فلا تقعدوا معهم، به همراهی این گونه انسان ها ننشینین، به همراهیشان نشینین، حتی یخوضوا فی الحدیث غیره، تا اینکه همون سخنهایشان را دیگرگون کنند، یعنی علش کنند. وقتی که شنیدین که یک انسان کفر می‌ورزد، منعش که اگر در تلویزیون باشد باید چکو کنی، تیز همون کانال رو تو بتی. یک کینو میبینی که با دین الله امروز بسیار میکنن، کینویی که در دین الله استهزا میکنن، میخندن مسلمان ها را، قرآن. وقتی در کینو تماشا کردی، تلویزیون در مثلا میبرد، اصلا خیلی گونه کینوها حرام هست تماشا کردن. کلا کینوهایی که مثلا یگون فایده نیست، کینوهایی که مثلا کفار میبرن، اینها حرام تماشا کردنش. اما رفته و که همین گونه با جاهایی که در دین الله استهزا میکنن، در دین الله مسخره میکنن، تماشا کردن این سخت‌تر هست گناهش. وقتی دین الله استهزا کردن تو تماشا کردی تا آخره، الله چی میگه؟ انکم اذا مثلهم، اگر سخنهاشان را دیگرگون نکردن و شما با همراهی همونا نشستین، پس مانند همونا هستین، پس حکم همونها را میگیرین. که مثلا تفسیرها را نظر کنین، تفسیر ابن کثیر، مثلا تفسیر میسر، تفسیر اضواء البیان، یعنی همه نمو تفسیرها بیان کردن که یعنی هر وقتی که به الله کفر می‌ورزن، یعنی دشنا میکنه الله و رسولش رو و دین اسلام رو، تو خاموش نشسته میشنی قطیشون، شوخی بازی میکنی، تماشا کرده با میخندی، کافر میشی، فرقی نداره. برای هم آگاهی میکنیم که کسانی که در تلویزیون تماشا میکنن، پس آگاه باشن که تماشا کردن چیزهایی که کینوهایی که در دین الله استهزا میکنن، این حرام هست، انسان کافر میشود. قال ابن كثير رحمه الله، ابن كثير چی میگوید؟ انکم اذا جلستم معهم و اقررتموهم على ذلك، یعنی هر وقتی که با همراهی این گونه انسان ها میشینین
و اقرارشون میکنه، یعنی خندیده قطیشون شوخی بازی کرده. فقط سویتهم فی الذی هم فیه، یعنی به تحقیق شما برابر همونا شدین. میگه هر وقتی که نشسته قطیشون شوخی بازی کرده حکم همونها را میگیرین. و همچنان یعنی وقال سعدی رحمه الله، یعنی سعدی بیان میکنه در تفسیرش که تفسیر سعدی ده که ای این قعدتم معهم في حال المذكورة فانتم مثلهم، هر وقتی که با همراهی همونها میشینین، یعنی کفر ورزیده ایسان، شش دقیقه خندیده، پس چیکار میکنین؟ مانند همونها هستین. لانکم رضیتم بکفرهم و استهزائهم، برای چی؟ شما راضی شدین با کفرشون و با خندهشون، با شوخی مسخره کردنشون. و راضی بالمعصیت کالفاعل له، کسی که رضا میشد با گناه مانند همون کننده کار هست. باز ان شاء الله قول شیخ اسلام را ذکر میکنیم که چه سلف بیان کرده گیسی رو. والحاصل ان من حضر مجلسا یعصی الله به، خلاصه چی است؟ کسی که حاضر میشد یک مجلسی که در آن مجلس با الله گناه میکنن، فانه یتعین علیه انکار علیهم مع قدرتی او قیام مع عدمها. انتهى. یعنی اولین کار باید چیکار کند؟ انکار بکند. اگر که نتونست انکار کرده پس چیکار کند؟ دور شود. چگونه که حدیث صحیح رسول الله فرمودند من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده، کسی که یک منکر رو دید پس تغییر بده با دستش. و قال شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام تیمیه چی میگه؟ لا يجوز لاحد ان يحضر مجالس المنکر باختیاره لغیر ضرورة كما في الحديث انه قال، جایز نیست برای یگان کس حاضر شدن مجلس‌های منکر، جاهایی که منکر است، جاهای فسق و فساد است، با اختیار خودش، مگر در کدام حالت؟ مگر جایز است رفته انکارشون کردن. انکار کردن میره، انکار میکنی از الله بترسین، اگر گناه باشد از الله بترسین، کفر باشد کافر شدین توبه بکنین. انه قال من كان يؤمن، وفي الحديث انه قال پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، کسی که ایمان دارد به الله و روز قیامت ننشیند در دسترخوانی که در آن دسترخوان عرق نوشیده می شود. رسول چه میگن؟ ننشینه. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له، یعنی عمر بن عبد العزيز ناسشون یک گروه انسان ها رو آوردن که عرق نوشیدن، امر کرد که چیکار کنین؟ جلدشون بزنین، یعنی درا بزنین. فقیل له، یعنی برای عمر بن عزیز گفتن این فیهم صائما، گفت در مابین همونا یک انسان روزدار بود. اهمیت بتین که عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی یک گروه، یک قوم رو، یعنی یک گروه انسان ها رو نزدش آوردن، گفتن این انسان ها عرق نوشیدن، همش آوردن. بعد گفته یک از گفت که یعنی گفتنش که در مابین این گروه یک انسانی بود که یک انسانی است که روزدار بود، اونها عرق می نوشیدن، این با همراهی همونها نشسته بود، این نمی نوشید. بعد چی گفت؟ فقال ابدأوا به، عمر ابن عبدالعزیز چی گفت؟ از همین سر کنی، گفت از همین انسان سر کنی. اما سمعتم الله یقول، گفت آیا نشنیدین الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، و تحقیق نازل شد در قرآن برای شما، یعنی حکمش، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره انکم اذا مثلهم. عمر ابن عبدالعزیز چیکار کرد؟ یعنی آیات قرآن رو دلیل گرفت که با تحقیق در قرآن برای شما نازل شد، هر وقت شما شنیدین که یک انسان کفر می‌ورزد به الله و کلام الله و رسولش، چیکار کنین؟ منعش کنین. اگر که منع نشد پس یعنی مجلس رو ترک کنین. اگر شما ترک نکردین پس رضا هستین با کارهای همینها. شیخ اسلام تیمیه چی میگوید؟ بین عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ان الله جعل حاضر المنکر كفاعله.
عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه میگه بیان کرد که کسی حاضر میشد یک مجلس منکر رو مانند کننده همون کار هست. یعنی عمر بن عبدالعزیز کرد از اول از همون انسانی گفت که عرق ننوشید اما با همراهی همونا نشست، از همون سر کنی. پس ریزا به در کاری بدی همینو. اگر ریزا نمیشد معنشان میکرد یا ترک میکرد این مجلس فسق رو. ولهذا قال العلماء اذا دعي الى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجوز حضورها. برای همین علما ذکر کرده میگه که هر وقت یک ولیمه، یک توی هست، فرقی نداره، توی هست مثلا بگیم یا عقیقه هست، چی نمود مثلا همین بگیم خرسندی در بین مسلمان ها می شود، هر وقت در آنجا در همون مجلس در همون خرسندی عرق باشد، همون گونه چیزهای حرام باشد، جایز نیست حاضر شدن. جایز نیست. مثلا یک خیش نزدیک توی میکنه دا میدونی که عرق میوره، فیرات میکنه، جایز نیست رفتن. لم يجوز حضورها وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار منكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكر فقد عصى الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى چکو کرد؟ ما را امر کردگی است که چنین استطاعت منکر را نهی بکنیم، یعنی منکر را انکار بکنیم، چنین استطاعت مون. اما کسی میگه با اختیار خودش میرود همون مجلس ها، یعنی این فقط در مجلس نیست. مثلا تلویزیون گیران میکنی، کینوی کفری رفته است، کینوی که دین الله استهزا میکنه، تو شیشته خندیده تماشا کرده، تو میتونی که تو شدی برای تمام، نیکی نمیکنی، پس ریزا شدی کفر است. شیخ چی میگوید؟ فمن حضر باختیاره، کسی حاضر میشد با اختیارش، ولم ينكر، این کارشو نمیکند، فقد عصى الله و رسوله، با تحقیق عصیان کرده است الله و رسولش رو. بترک ما امره به من انکاره و نهی عنه، یعنی برای چی؟ برای الله امرش کرده است که این کار بکن، چکو کرد؟ این کار نکرد. و اذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله فهو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم. شیخ خلاصه میگوید کسی که حاضر میشد یک مجلسی که در آن مجلس خمر هست، چگونه بیان کردیم، یک مجلسی که شرک است، کفر هست، میره حاضر میشه، قطیشان مینشینی، این کارشو نمیکنی، با اختیار خود این کار نمیکنی، پس حکم همونها را میگیری. خیلی که بیان کردیم، کسی که مثلا بلوگرار تماشا میکند، در دین الله استهزا دارند، یا اگه سپیتاکل تماشا میکند که در تاجیکستان ذکر کردیم، یا اینکه مثلا سیرکایی که میشوند جمع میکنند مردم رو، در دین الله مثلا مسخره میکنند، همه اینها کسانی که این کارو میکنند کفر است. کسانی که تماشا میکنند و ریزا میشوند، یعنی از همون مجلس دور نمیشوند، قطعی همونو میشینند تا اخیره، پس ریزا شدگی هستند، حکم همونها را میگیرند. خلاصه چی میگوید؟ فمن جلس يستمع لمثل هذا المنكر او يشاهده فهو شریک اصحابه في الاثم، یعنی کسی که می نشیند در همین گونه مجلس ها و این کار نمیکند، تماشا میکند، میگه او یشاهده، یعنی مشاهده میکند، تماشا میکند، در گناه برابر هست. و اذا تضمن الكفر والعياذ بالله كسب ديني او طعن في الرسالات او المرسلين او استهانة باحكام ديني وشرائعه وسخرية منها كاللحية والنقاب كما يصنع كثير من ضلال اليوم، فجلس يصيغ إليهم ولا يغضب لله وهو راض بما يقولون فهو مثلهم. یعنی یک انسان می نشیند در یک مجلسایی که یا اینکه تماشا میکند الله و رسولش را، دین الله دشنا میکنند، پیامبرها را میخواندند و کتابها را میخواندند. امروز زیاد هستند در تلویزیون، شوخی بازی کرده، همین خیلی میشینه خودش میخنده، تماشا کرده،
پس حکم همونها را میگیره. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه چی گفت؟ سوره توبه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ای محمد بگو برای اینها ولئن سألتم، وقتی که میپرسید چی میگفتن؟ قسم میخوردن که یا رسول الله ما شوخی و بازی میکردیم، ما قصدن نمیگفتیم، بر قصد نمیگفتیم، بلکه شوخی و بازی میکردیم. رسول الله چی میگفت؟ چیشان گفت؟ قول ای محمد بگو برای اینها شما با الله و آیاتهای الله و رسول الله شوخی مسخره میکنین، بخشش نپرسین، کافر شدین. خلاصه چی شد؟ کسی که میشیند در تلویزیون تماشا میکند کینوهایی که یا اینکه یگان پروگرام‌هایی که ضد شریعت الله هستند و الله و قرآن و ضد سنت رسول الله هستند، میشینه تماشا کرده خندیده، این حکمش را میگیرد. اما یک حالت دیگر را بیان کردن در کار که بعض عالم ها مثلا خیلی که ملحدا امروز هستند ضد شریعت گپ میزنند. برای بعض عالم ها جایز است که اونها را رد کردن، میشینه بعضی هم گپای کفری و بعضی چیزایی که طعن میزنن همونها را مینویسه زیدشان رد میکنند. نه همه انسان ها، نه همه انسان ها، فقط بعضی انسان هایی که از شریعت 100% باخبر هستند زید این گونه انسان ها. مثلا امروز انسان های هستند که ملحد و بدین ها زید شریعت در تلویزیون گپ میزنند، زید شریعت در تلویزیون میبرن گپ میزنند. یک مسلمان عادی اگر بشینه باور کنه بخنده کافر میشود. یا کینوها گفتیم. اما یک گونه انسان های هستند علم هایی که امین زید خاصتا ملحدا ما در نظر داریم. ملحدا یعنی کسانی که زید الله و رسولش جنگ میکنند، بدین های زید الله و رسولش سخنهای همونها را میگیره مینویسه، بعد برآمده ردشان میکند. در فلان جا خیلی گپ گفتن، این گپ همین خیلی جواب دارد تو که مسلمان ها بدونن. اما یک مسلمان عادی بشینه و تماشا کنه مثلا بخنده شوخی بازی کنه، این کفر است. مگر انسان های گفتیم متخصص، انسان های خاص در دین الله علم دارن، خدمتگار دین الله و رسولش هستند، اینها ده جایز هست. اما کینوهایی که فسق و فساد هستند این برای همه حرام است. کینوها از یعنی کسانی که رد میکنن شریعت رو فرق میکنن. یعنی کینوهایی که فسق و فساد است، کینوهایی که ضد شریعت است، شریعت رو مسخره میکنن، بازی میکنن، اینها کلا منع است. اینها کسی نشست به اختیار خودش تماشا کرد، خندید، شوخی کرد، خودشون خندید، این کافر میشود. اما چیزی که ما ذکر کردیم یک گروه انسان ها هستند امروز ملحدا میگن، بدین ها که شریعت رو گپای بد میزنن. یک انسان مسلمان به نام مسلمان شش اقرارشون کرد کافر میشود. اما علم هایی که متخصص می نشینن قطعا بحث و مناظره میکنن. علم ها انسان ها علم دار. بعدن یک موضوع دیگه این است که تماشا کردن سحر و کینوهای سحری. در کینوهایی که در دون کینوها چی هستی؟ سحر هستی. این دو حالت دارد. یعنی چگونه که همه میدونن که به نام کینوی بود که مثلا چندی سال پیش چی گاری پاتر میفتن، چی میفتنش نامش؟ اعوذ بالله. یعنی گاری پاتر چی هم خیلی نامش یادم برآمد که همونجا دو نمود سحر رو بیان میکنه، یعنی سحر سیاه و سحر سفید و گفتی خودشون چهار مگی. این کلا حرام هست. این کلا حرام هست. تماشا کردنش کسی که اگر اقرار بکند که یعنی سحری جادوگری سفید هست، جادوگری سفید ضد سیاه هست، یعنی که خیلی کمونو بیان میکنن بیل مگا ای چهار مگاش میگن که با روسی خیلی از همون گونه. کسی که اقرار کنه که یعنی جادوگری هست ضد جادوگری سیاه، این کافر میشود. این 100% کافر میشه. چگونه که رسول الله بیان کردن من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که نزد یک کاهن بیاید، همون کاهن چیزی که بگوید تصدیقش بکنه، به تحقیق کافر شده چیزی که برای محمد نازل شده است. یعنی خلاصه چی بگیم؟ یک انسان میشیند همین نمود گونه کینوهای سحری رو تماشا میکند، کینوهایی که در اون سحر هست، جادوگری هست و اقرار میکند، میگه او اعوذ بالله، میگه اون
ҷодугариш зур будааст, зур баён кайсаст, кофир мешавад. аммо тамошо кард, гуфт ки ин чи аст, ин фисқ аст, боваршо накард, просто тамошо кард. خیلی که در دیگر حدیث رسول الله فرمودند که من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. یعنی میا تماشا میکند یا میپرسش باورش نمیکند، میگه دروغ است. رسول الله چی گفت؟ 40 روز نمازش قبول نمیشود، یعنی ثواب نمیگیرد. نماز میخواند اما ثواب نمیگیرد. پس چی فرق داشته است؟ یک گونه انسان ها کینه‌های سحری رو تماشا میکنند، تصدیق میکنند، کافر میشوند. یک گونه انسان هایی که تماشا میکنند تصدیق نمیکنند، پروست تک تماشا میکنند میشنن میخیر 40 روزه نمازشون قبول نمیشود. و من ذهب الى عراف او ساحر وصدقه في انه يعلم الغیب فقد خرج من الاسلام. یعنی خلاصه گپ چی است؟ کسی که نزد ستاره شناس یا ساحران میروند و تصدیق میکنند چیزی که آنها میگویند، با تحقیق از اسلام خارج میشود. اما ان ذهب اليه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب فقد فعل الكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج بذلك من الاسلام. اما نزدش میروه یا اینکه تماشاش میکنه تصدیقش نمیکنه، این از اسلام خارج نمیشود، بلکه گناه کبیره کرده است. پس ای مسلمان، پس ای موحد، آگاه باش که تماشا کردن تلویزیونم این خیلی امر چی است؟ خطرناک است. و یک چیز را فراموش کردیم که یک گونه یک نمود سحری این چی است؟ چیزی شرکی، گاراتسکوپ میگن. گاراتسکوپ با زبان تاجیکی نمیدونم چی است. همون فلانی روز خیل میشه، فلانی روز خیل میشه و همون صورت حیوانات از صورت نمیدونم ستاره نشان میدن. همین نم همون خیل است. تماشاش کردی، تصدیقش کردی، کافر میشی. تصدیقش نکردی، تماشاش کردی، 40 روزه نمازت قبول نمیشد. برای چی؟ برای اینکه اینم سحر است. اونها چیکار میکنن؟ یعنی علم ستاره شناس. خیلی که رسول الله چی گفت؟ من اتا کاهنا. کاهن کسانی که چی هستن؟ همون ستاره شناسی میکنن. پس تماشا کردن همین گاراتسکوپ هم حکمش همین حکمی سحر است. تصدیقش کردی، گفتی او فلانی روزی من فلانی روز تاجیکا چی خیلی هستن؟ اسب، خر، سگ هم خیلی روزا دوران کو و من در فلان روز تولد شدم، значит نمیخه میشه، پس همین خیلی میشود. اعوذ بالله، این کفر است، کافر میشه. اما باورش نکنی، پروست تماشاش کردی یا اینکه در ژورنالا هستی، در ژورنالا زیاد، در ژورنالا، گازیتا ژورنال در آسیا کسی که باشه میدونه که گازیتا ژورنالا در آخرش در مابینش دارن. همچنین خونه آوردن همین ژورنال چی است؟ حرام است. خیلی که شیخ آل شیخ صالح آل شیخ در کتاب توحید، در شرح کتاب توحید ذکر میکند. کتاب تمهید فی شرح کتاب توحید همین گونه ذکر میکند که همون گازیتایی که گاراتسکوپ دوران میگه باید پیش از خونه آوردن بدرونی پرتوری، اما ورقشه میدرونی در بیرون تیر میکنی، نمیخونیش، میدرونی تیر میکنی، تمام. اگر خانه در آوردی مانند همین است که یک جادوگر تو خانه آوردی، نماز 40 روزه قبول نمیشه. اگر تصدیق کردیش کافر میشه. اما گرفتیم که خواندی تصدیقش نکردی 40 روزه نماز قبول نمیشود. برای اینکه ای مسلمان آگاه شو، امروز شرک در همه جا هست. پس توحید رو بیاموز تا که نمودهای شرک رو بشناسی. بسیاری مردم میبینی خونه‌ش همون گاراتسکوپ میگیرن میارن، نمیدونن گناه کبیره کیس است، نمیدونن. این مشکل در چی است؟ مشکل در این است که توحید رو نمیآموزند، دین شریعت رو تعلیم نمیگیرد، در حالی که الله چی میگه؟ فعلم انه لا اله الا الله. پس بدون که نیست معبودی بر حق مگر الله. ضد ایمان چی است؟ شرک است. باید همه نمود شرک رو بدانی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.